سوزوکی سیاز یکی دیگه از خودروهای غیر چینی سامان است که به زودی قراره وارد بازار بشه. تریمی که می‌بینید تریم GLX. کلا سوزوکی سیاز از سال 2014 در حال تولیده و توسط جوینت ونچر هندی سوزوکی که ماروتی سوزوکی تولید میشه. پیشانه 1.5 103 اسب بخار قدرت و 138 نیوتن متر گشت‌آور. فرق تریم GLX هم اینه که این تزیینات کروم رنگ رو اضافه تر داره، رینگش متفاوته. یه نکته هم که هست اینه که با خودروهای وارداتی راسا تایر گودیر عرضه میشه. نمای سایت چیزی عجیب و غریبی نداره. نمای پشت به نظر من جذابتر از نمای جلوه. سویچش تقریبا مثل اکثر خودروهای ژاپنیه که نیسان زیادتر دیدیمش. این دکمه باعث میشه که صندوق عقب باز بشه. صندوق جاداری هم داره برای خانواده ایرانی که خیلی مهمه. صندوق عقب یکی از اون فاکتورهایی که سوزوکی سیاز میتونه نقطه قوتش باشه. تریم دو رنگ داره، تزیینات چوب داره، حالا تزیینات آلومینیومی رنگ هم کار شده، کلیدهای بالابر شیشه و تنظیمات آینه اینجاست. این تیکه سافت تاچه، چرم مصنوعی داره، صندلی ها دستیه. گفتم خودرو اقتصادیه. این گوشه مهشکن رو داریم، سنسور پارک ESP، فرمون دیکات نیست، حالا خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست. کنترل مالتی مدیا روی فرمونه، کروز کنترل و اینجا هم 3 تا کلید برای بلوتوث و قطع و وصل تماس ها. این نمایشگر مرکزی هم که میبینید فابریک روی GLX ها نیست و به صورت سفارشی توسط این شرکت روی سیاز نصب میشه، با توجه به اینکه سلیقه ایرانی ها داشتن یه مالتی مدیای بزرگه. سیستم کنترل تهویه مطبوع اتوماتیک رو داریم اینجا. پورت USB، پورت یا خروجی 220 ولت، 2 تا کاپ هولدر اینجا داریم. گیربکس 4 سرعته اتوماتیک همراه با اووردرایو و اینجا هم که کلاستر به صورت آنالوگ. صندلی رو الان من بخوام برای خودم تنظیم کنم تقریبا میشه گفت الان راحتم. بریم ردیف عقب رو با هم ببینیم. ردیف عقب همچنان، اولا نگاه کنید که چقدر ورودی بسیار خوبی داره، یعنی این به اصطلاح ورودی برای اکثر قطعها خوبه، خیلی هم راحت میشه سوارش شد. با توجه به اینکه من صندلی رو برای خودم تنظیم کردم، همچنان بیش از 4 انگشت جلوی پای من فاصله است که نشون میده فاصله بین دو محور خیلی خوبی داره، فاصله سر خوبی داره، فاصله شونه خوبی داره و خب از این حیث میتونه واقعا یه انتخاب خیلی خوب برای خانواده های 4 حالا تا 5 نفره ایرانی باشه. آینه هم که الکتروکرومیکه. اینجا هم دریچه تهویه مطبوع عقب رو داره که خب تو فصول گرم و سرد ردیف عقب تامین بشه از اون حالا دمای مطلوبی که باید داشته باشه. در کل سوزوکی سیاز میتونه یه گزینه بسیار مناسب برای خانواده ایرانی باشه، اونایی هم که ژاپنی پسندن. خصوصا با توجه به اینکه موتور تنفس طبیعی داره، گیر و گورهای توربو رو هم نداره، نگهداری ساده تری داره و صد البته دوام خیلی بهتری هم نسبت به خیلی از خودروها داره. با توجه به اینکه ژاپنی، سوزوکی سابقه خیلی خوبی رو تو بازار ایران داشته، قبلا گرند ویتارا رو داشتیم، کیزاشی رو داشتیم و خب حالا سیاز و مدل های دیگه که توسط راسا موتور قراره به بازار عرضه بشه. باید ببینیم چه قیمتی براش در نظر میگیرن تا به اصطلاح به بازار برسه.